ماشینمو تو ایران بفروشم تو آمریکا چی میتونم باش بخرم؟ امروز قیمت دلار 85,000 تومنه. بریم تا بهتون بگم. اگه ماشین تو رانای 600 میلیونیه میشه 7,000 دلار. بجاش میتونین این جی ام سی مدل 2013 رو بخرین که گذاشته 6,900. پژو 206 700 میلیونی تو میشه 8,200 دلار. این تویوتا کمری 2016 رو گذاشته 8,000 دلار. 700 میلیون دادین پرشیا که باز میشه 8,000 دلار. به جاش میتونین این سوناتای 2015 رو بخرین که گذاشته 7,900. کویک چنده؟ 400 میلیون میشه 4,700 دلار. این شورلت مدل 2015 رو گذاشته 4,900. سمند 550 میلیون میشه 6,400 دلار. قیمت این کیای اپتیمای 2016 6,400 دلار. MVM تو ایران 1 میلیارد میشه 11,500 تا. قیمت این تویوتا 2015 رافور 11,800. این جیپ رنگلر 2015 گذاشته 16,000 دلار. یعنی شما اگه تو ایران یه جک داشته باشی 1,300,000 با پولش میتونی اینو بخری. دنا پلاس 950 میلیون میشه 11,000 دلار. این فورد F150 2017 قیمت 11,500. اگرم 2 میلیارد دادی تیگو خریدی میشه 24,000 دلار. معادل قیمت این BMW سری 7 مدل 2017.